در حدیث قدسی میگویند که دنیا را الله و همه آن چیزی که در دنیا است به خاطر پیامبر آن محمد صلی الله علیه و سلم آفریده است. اما در سوره زاریات آیت 56 الله میگوید که و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. همین را روشنی انداخته استاد. اون حدیثی که گفتید لولا کلمه خلقت الافلاک، اگر تو نمیشدی من فلک ها رو نمی آفریدم، حدیثی بافته دروغ است. اون پیامبر صلی الله علیه و سلم نگفتیان. الله تعالی بله در سوره زاریات گفت که و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، ما انسان ها و جن ها رو فقط برای عبادت و یگانه پرستشی من آفریدم. و در سوره طلاق گفت که الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن، الله تعالی ذات است که 7 قبت آسمان ها را آفرید و از زمین هم مثل آسمان ها، یعنی 7 قبت. زمین در یگان جا 7 قبت نگفت، یگانه در همین جا اول آسمان های 7 قبت آفرید و از زمین هم مثل آسمان ها آفرید. یتنزل الامر بینهن، بین آسمان های و زمین ها فرمان الله نازل میشه، وحی نازل میشه، حلال و حرام نازل میشه، قرآن نازل میشه. برای چی؟ لی برای آن که گفته برای چی این کار آسمان های زمین های آفرید، بین اینها امر و فرمان های الله تعالی نازل میشه؟ برای چی؟ لتعلموا ان الله على كل شيء قدیر، تا اینکه شما دانید که الله بر همه کار قادر است. و ان الله قد احاط بكل شيء علما، تا اینکه شما دانید که الله تعالی تمام چیز رو با علمش احاطه کرده است. دو صفت الله تعالی رو ذکر کرد، یکی اسم قدرت، الله تعالی قدیر بودنش و صفت قدرتش. الله تعالی شما را آفرید، زمین و آسمان آفرید، مخلوقاتی که بین زمین و آسمان آفرید، امرهای پروردگار نازل میشه، فلانی وفات کن، فلانی به دنیا بیار، فلانی بیمار شو، فلانی بانکرات شو، همش فرمان الله است. فرمان الله تعالی بین زمین و آسمان ها نازل میشه. برای چی اینقدر کارها را کرد؟ لتعلموا ان الله على كل شيء قدیر، تا اینکه شما دانید که الله بر همه کار قادر است، تا اینکه همین نام الله دانید، همین صفت الله تعالی دانید. الله تعالی شما را آفرید و ان الله قد احاط بكل شيء علما، و دانید که الله تعالی به همه چیز با علمش احاطه کرد. احاطه یعنی از شما وقتی که آسمان رو میبینید یک طرفش میبینیم، فقط در بالای خودتون رو میبینید. این آسمان بی نهایت مخلوق کلان است. ببینید یا آفتاب چندین کیلومتر از ما دور است، میلیون ها. اون ستاره، بعضی ستاره ها چندین بیلیارد و تریلیارد و میلیارد مراتبه از آفتاب کلان است. ستاره در نظر ما یعنی مانند نقطه هست، اینقدر مخلوق بزرگ است. او در پیش آسمان هیچ چیزی نیست. با هم آسمانی که شما میبینید به هم چشمتون، شما میدونید این آسمان چقدر کلان است. این آسمانی که یک کنج آسمان شما میبینید، تمام آسمان رو نمیبینید. و اینچنین این آسمان از بالاش و از مثلا نه همین چیزه ما میتونیم احاطه کنیم، فقط از چند طرفش میبینیم منه، لیکن از درونش نه، اینا فقط ظاهرشه. اما الله تعالی فقط قد احاط بكل شيء علما، با علمش از تمام جهت هر یک چیز احاطه کرده است، از داخلش، از باطنش، از بیرونش، از ظاهرش، از پهلو، راست و چپ و پیش و قفای. این دو تا صفتش الله تعالی گفت که تا اینکه شما دانید که الله تعالی به همه کار قادر است، به همه چیز دانا هست، برای همین شده ما آفریدیم. گفت بنابراین سبب آفرینش این مخلوقات تا اینکه ما بزرگی الله تعالی رو شناسیم، به همین خاطر، نه به خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم. بله پیامبر صلی الله علیه و سلم بهترین مخلوق الله تعالی است، لیکن از حد خودشون ما به حد الله تعالی برآوردن به حق هم نداریم. از حد پیغمبری پایان فرورید کافر میشید، بالا برورید مشرک میشید. عبده و رسوله، بنده الله تعالی، بنده و رسول الله تعالی. لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مرا گفتن از حق خودم بالا نبردارید، چرا که نصرانی ها عیسی پسری مریم رو پسری الله گفتن. پسری مریم است، اون بنده الله و پیغمبری الله. حضرت عیسی آدم بودن. الله تعالی میگه کان یاکلان الطعام، اونا طعام میخوردن، عیسی و مادرش. طعام که خورد حاجت خانه میرد، نخواد همینه که شما گرید خدا گویید. نعوذ بالله. شما مرا مثل نصرانی ها از مرتبه خودم بالا نبردارید، بلکه گویید که عبدالله و رسوله، بنده الله و رسول الله. بنده الله هستم و رسول الله هستم. بنابراین یعنی در حق رسول الله صلی الله علیه و آله از نام پیامبر صلی الله علیه و آله سخنهای دروغ کسی میبافد، جاش از دوزخ است. پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند که من یقول علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعده من النار، کسی که از نام من سخنی که من نگفتم اگر گوید، جاش از دوزخ گیرد. حتی بعضی علما میگن که کسی که حدیثی پیامبر صلی الله علیه و سلم اعرابش خطا خواند، گراماتیک عربیش اگر خطا خواند و پیامبر صلی الله علیه و جایی که ا گفتن او گوید یا که ای گوید، اینم همین حدیث به شامل میشد میگفتن، چون که پیامبر خیلی ا تلفظ نکردن یا او تلفظ نکردن. انما الاعمال بالنیات کی گفتن،
انما الاعمال خوند پیغمبر نگفتگی تلفظ کرد. به همین حدیث شامل میشه. گفتن حضرت زبیر ابن عوام صحابی بزرگوار حدیث به کلمه متعمدن روایت میکنن. این دیگر این حدیث بخاری هست. باز در همین صحیح بخاری در روایت دیگر آمده است که من کذب علی فلیتبوأ مقعده من النار. کسی که از نام من دروغ گوید جایش را از دوزخ گیرد. در بعضی روایات من کذب علی متعمدن هست. کسی که از نام من قصداً سخنی دروغ گوید جاش از دوزخ گیرد. یعنی از دوزخ برای خودش یگان جای انتخاب کند. یعنی چی؟ یعنی که جاش انیق دوزخی هست. گفتگی گپ. حضرت زبیر بدون کلمه متعمدن روایت میکردن. یعنی من کذب علی فلیتبوأ مقعده من النار. کسی که از نام من اگر دروغ گفت جاش از دوزخ گیرد. بنابراین از حدیث گفتن خودداری میکردند. صحابه ها حدیث کم میگفتند. وقتی که پرسیده میشدن میگفتند که کبرنا و نسینا والحدیث عن رسول الله صلی الله علیه و سلم شدید. ما پیران سال شدیم، فراموش خاطر شدیم. حدیث از نام رسول الله صلی الله علیه و سلم وزنین است. بعضی داملاهای پیران سال شاهد شدیم وقتی پیران سال شدن سخناشون در آبرو میشد. یک سخن سر میکردن دیگه هر جا در آمدن میرفتن بعد یک گپای میگفتن که خطا میگفتن. بعد یک کس نمیگه از آگاهی کند همین خیلی گفتم همین خیلی گفته داملا خطا گفتید همینجا شگونگر یعنی که پیر شدیم ده میگفتن. مقصد صحابه ها چه میکردن؟ بحث میکردن. ما پیران سال شدیم و فراموش خاطر شدیم و از نام پیامبر صلی الله علیه و سلم سخن کردن آسان نیست گفته خودداری میکردن. بعضی تابعین میگن که حضرت همراهی حضرت عبدالله ابن عمر به مکه سفر کردن 10 شبانه روز رفت 10 شبانه روز او برگشت. یگان حدیث نگفت غیر یک حدیث میگن. یعنی در مدت 20 روز یک حدیث گفتن. احتیاط میکردن و شخصیت‌های پیدا شدن که از نام پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث می‌بافتند و خاطرهای گوناگون. بعضی‌ها حدیث‌ها می‌بافتند برای پادشاه‌ها نزدیک شدن. همین پادشاه کدام کارو دوست دارد به طبیعتی پادشاه مناسب حدیث می‌بافتند. ای شاه هم این کاری که شما کردید این را پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته بودند. ای شاه هم شما سنت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را زنده کردید در حدیث فرمودند. گفته از خودشون می‌بافتند نعوذ بالله برای نزدیک شدن به پادشاه. و بعضی ها برای نزدیک شدن به خلق سخنهای واهمه می‌بافتند. مانند اینکه یک آدم میگفت که گویا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته باشند که کسی یک مراتب سبحان الله گوید یک فرشته بوده است مانند قناتش از مشرق تا مغرب. یعنی اگر سبحان الله گوید یک میل ارزانیده است قناتش. سبحان الله گوید الحمدلله گوید میپریده است. الله اکبر گوید خودش به داخل یک بحر میدر آورده است پر. لا اله الا الله گوید میبر آمده است. وقتی که برآمد قنات از مشرق تا مغربه و که یک بار برای بحر غوطه زد وقتی که میبرد از قناتاش هر یک آبی که میچکد از همون چکش 70,000 فرشته میچکیده سو تا روز قیامت در حق این بنده استغفار میپرسیده است. شما تصور کنید اون چند میلیارد و تریلیارد آب میچکد و از هر یک چکه 70,000 فرشته میچکیده و اون در حق آدمی یک مراتب همین سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله گفتگی آدم در حقش تا روز قیامت استغفار میپرسیده. یعنی یک عملی معده که گرفته سو جزای بی نهایت کلام وعده کرده است از نام پیامبر صلی الله علیه و سلم. دروغ است. یعنی آدم‌های بیچاره بی سواد واه 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 گفته میشنن. دروغ است. از نام پیامبر صلی الله بعضی مذهبگراها یا ملتگراها مثلا ملتگرا باشد برای تنقید یک ملت میگفتن که پیامبر صلی الله علیه و سلم فلان ملت رو فلان چی گفتند گفته از نام پیامبر صلی الله علیه و سلم دروغ میبافتن. یا بعضی باقلا جان فروش ها گفتن که الباذنجان لما اکل له. باذنجان بر فایده باقلا جان یعنی بر فایده کسی که خورد است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که از زمزم لما شرب له. زمزم بر فایده کسی که نوشید. زمزم فایدهش است. زمزم شفا است. طعام طعم و شفاء سقم. زمزم طعام خورنده و شفای بیمار است. اینا همین حدیث گرفتیان به باقلا جان تطبیق کرده. باقلا جان میفروخته است. میگن که الباذنجان لمن اکل له. باذنجان برای فایده کسی که خورد. یعنی کسی باقلا جان میخورد فایدهش است. ابن القیم در کتاب منار المنیف میگن که الباذنجان من ارذل الاطعمه. باقلا جان از پسترین طعام ها است. یعنی کم غذاترین طعام ها است. نخواد و یک گری با آب زمزم برابر کنید که سرکلاری ترین با قوت ترین آب در دنیا هست به شهادت شریعت و به شهادت بعضی بدین ها. بعضی متخصص ها در لابراتواریا تحقیق کردن که در دنیا بدین هستن یعنی کافر هستن گفتن که در دنیا پر قوت ترین آب زمزم است. نخواد گری باقلا جان بی مزه با آب زمزم برابر کنید. یا برنج فروش ها برنج تعریف کرد از نام پیامبر صلی الله علیه و سلم دروغ میبافتن.
برنج اگر مرد میشد 10 نفر در گوشتینگیری غلبه میکرد. سخنای بی معنا، سخنای برای اینکه برنجشون به سودا رود. اینا دروغ است برادر عزیز. این حدیث لولا کلمه خلقت الافلاک حدیث دروغ است. اگر تو نمیشودی من زمین و آسمان نمی آفریدم، نگفتیم پیامبر صلی الله علیه و آله این حدیث از الله تعالی روایت نکردین در حدیث قدسی. دروغ است. و کسی که حدیث دروغ میگه اونم به همون گرفتار میشد به جزاهایی که در حقش آمده است. بنابراین پادشاه‌ها چندین در زمانه ها بودن همیشه آدمایی که از نام پیامبر صلی الله علیه و آله حتی آدم حدیث دروغ در باره سوره های قرآن بافته بود. کسی که سوره فاتحه رو فلان مراتب خواند فلان مکافات میگیرد. کسی سوره بقره رو فلان مراتب روزی فلانی فلان مقدار اگر خواند اگر فلان ثواب میگیرد. سوره آل عمران کسی خواند فلان مقدار خواند فلان اجر میگیرد. تا سوره ناس از نام پیامبر صلی الله علیه و آله حدیث بافته است در بابت فضیلت قرآن. بعد خلاصه وقتی که دستگیر میشد این جنایت است. از نام پیامبر صلی الله علیه و آله از نام شریعت سخن کردن است. این بسیار جنایتی کلام است. وقتی دستگیر کرده میبیارن در نزد قاضی، بعد وقتی که میپرسن که برای چی این کارو کردی میگه که دیدم که مردم به فقه امام ابو حنیفه و به مغازی ابن اسحاق روی آورده است. ابن اسحاق یک کتاب داره به نامش مغازی، جنگ ها را فقط آیدی جنگ ها کتاب نوشتگی است. سالی فلان فلان جنگ شد، سالی فلان فلان جنگ شد، در جنگ کی راهبر بود، جنگ به فایده کی شد، سبب جنگ، خلاصه درباره جنگ ها مغازی یعنی غزوه ها رو دربارش گپ میزنن. فقه امام ابو حنیفه دیدم که مردم فقط غزوه مغازی ابن اسحاق را میخواند و فقه امام ابو حنیفه را میخواند و از قرآن روی گرداند. سوال که سخن الله است. خواستم که مردم رو به قرآن برگردانم. ببینید با نیتی نیک کرده است، لیکن از نام پیامبر صلی الله علیه و سلم کرده است. دروغ، چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نگفتن همین گفته است. بنابراین بعضی کتابای فضیلت همون کتابا ترجمه هم شدگی از به زبان تاجیکی. فضایل قرآن سوره این ناتین و کلکوثر 1000 بار میخونی فلان میشی. قل یا ایها الکافرون روزی سه شنبه فلان مراتب میخونی 777 مراتب فلان. اینو همه دروغ است. بنابراین بعضی علمای علم حدیث گفتن که حدیث در خصوص فضائل قرآن کم است. حدیث کم است. در هر یک سوره حدیث مبافتی است. حکمش قتل دادن. همین آدمی که از نام پیامبر صلی الله علیه و سلم فضائل قرآن بافته بود حکم قتل دادن. پادشاه حکم قتل داد، خلیفه مسلمانو کشتن. بنابراین اینه که هر چیزی که در کتاب است و درست نیست. در همین کتاب‌های تفسیرها هم همون حدیث‌های موضوع گاهی نقل کرده میشه. لیکن گفته میشه خیلی حدیث موضوع هست، همین خیلی حدیث‌های بافته شده هست. گاهی بیان میکنن، گاهی با سند ذکر میکنن و حواله به سندش میکنن. بنابراین برادرای عزیز، علم این است که یعنی باطل و حق را جدا کرده توانید. هر چیزی که در کتاب‌ها هست همین وای حق نیست.